مرگ بر دیکتاتور شعاری است که از گلوی معترضان ضد حکومت ایران بلند می شود. در پی اعتراضهای مردمی و سرکوب معترضان توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران، بیش از 120 ساعت از بریدن ارتباطات به ویژه قطع اینترنت و تماس‌های بین المللی بر ضد معترضان در آن کشور می‌گذرد. بر اساس گزارش‌ها در پی این اعتراضات دست کم 3000 معترض کشته و بیش از 18000 اعتراض کننده نیز بازداشت شدند. و اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خطاب به معترضان ایرانی گفته است که به اعتراضهای خود ادامه دهند، کمک در راه است. To all Iranian patriots, keep protesting. با میهن پرستان تمام عیار به اعتراضهای خود ادامه دهید. اداره‌های دولتی را تصرف کنید و نام قاتلان و متجاوزانی که به شما ظلم می‌کنند را بگویید. شما به گونه شدید مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرید. من تمام گفتگوها را با مقام‌های ایرانی تا زمانی که کشتار بیرحمانه معترضان متوقف نشود لغو کردم. و چیزی که من به شما میگویم این است که کمک در راه است. پس از حمایت رئیس جمهور ایالات متحده از معترضان ایرانی مبنی بر ادامه اعتراضها، علی لاریجانی رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران گفته که قاتلان اصلی مردم ایران دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو اند. در سوی دیگر اما در واکنش به گفته‌های رئیس جمهور ایالات متحده مبنی بر مداخله نظامی بر ضد ایران، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفته که کشورش برای هر برخورد نظامی آماده است. ما برای هر عملی آمادگی داریم. اگه میخوان که برخورد نظامی رو که یک بار امتحان کردند و نتیجه نگرفتند، یک بار دیگه امتحان بکنن، ما آماده ایم. حتی از جنگ قبلی آماده تریم. از سوی هم وزارت خارجه روسیه در کنار عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج فارس ایالات متحده را به دلیل تهدید حمله نظامی بر ضد ایران به شدت مورد انتقاد قرار داده است. ماریا زاخروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه تهدیدهای امریکا برای حمله به ایران را قاطعانه غیر قابل قبول دانست و گفته است که ایالات متحده نباید ناآرامی‌های داخلی ایران را به عنوان بهانه‌ای برای تکرار حمله‌های نظامی به آن کشور استفاده کند. در همین حال رضا شاه پهلوی پسر شاه پیشین ایران از معترضان خواسته است تا به اعتراض خود ادامه دهند و اجازه ندهند از سوی حکومت ایران این بحران را عادی جلوه داده شود. کمک در راه است. مبارزه را همطور که تا به حال انجام دادید ادامه میدید. نگذارید که این نظام شرایط رو عادی جلوه بکند. بعد از این همه کشتار اخیر یک دریا خون بین ما و این رژیم هست. اعتراضهای سراسری در ایران اکنون به یکی از شدیدترین چالش‌های داخلی آن کشور در دهه‌های اخیر مبدل شده است. اعتراضهای مردمی که با خواسته‌های اقتصادی آغاز شد و حالا رنگ و بوی سیاسی گرفته است. سرکوب گسترده، قطع اینترنت و فشار بین المللی از مهمترین شاخه‌های این بحران است که چشم‌انداز آن هنوز روشن نیست.